مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگاهی ز پر و بال خویش، لیک میل جدا شدن ز من و از پدر نداشت. تمنای ما این است که مادران همیشه سلامت باشند، خواهران ما همیشه سالم باشند، همسران ما شاد باشند، زیرا بدون آنها زندگی مردا هیچ رنگ و بویی ندارد. عالیه زندگی من پیش از همه البته این مادر است، چون که مادر این سازنده است و هم در دین ما هم در فرهنگ ما علاقه قبول کردیم که سازنده پروردگار است و این چنین مادر است. ببینید در دنیا روزی زن تجلیل می شود، قید کرده می شود، یعنی به زن احترام خاصه. ببینید زن در جامعه ما موقعی خیلی خاصه دارد، حتی در تمام ساختارهای حکومتی کار میکند. ببینید ساختار دولتی ما، ساختاری که حکومت ایجاد کرده است، امروز به زن موقع خاصه و ارزنده داده است. راستی امسال جشن 8 مارت روزی مادران، اصلا روزی زنان رو ما در یک مرحله کاملا متفاوت از سالهای قبل پیشواز میگیریم. ما در مرحله فقط تاجیکستان در مرحله پس از کوویدی هستیم و عالیه‌ای که من امسال میخواهم با مناسبت روزی 8 مارت تبریک کنم، این همه کارمندان جنسی زنی ساحه تیپ میباشند. همه کارمندان تیپ رو، اصلا همه زنها رو، ولی همچون یک کسی که دستن در کار ساحه تیپ هست، به خصوص کارمندان تیپ رو با مبارزهشون و غلبهشون در این کارزار کرونا تبریک میگویم. این 8 مارت و 8 مارت های دیگر بگذار خنده از زبانشون کنده نباشد، آسمانی صاف بی‌غبار در بالای سرشون باشد و در کنار خانواده و دوست داشته هاشون همیشه شاد و خرسند باشند. من در زندگی چند تا الهه دارم که اولین اینها الهه زندگی من، این مادر من است که در این لحظه های ایدی مادران برایش تمنا و دعای سلامتی دارم که خداوند همیشه صحت سلامتش بدارد و در احاطه فرزندان و نبیرگانش باشد و به نظر من این خوشبختی بسیار بزرگی هست برای این عالیه. دیگر عالیه زندگی من این همسر عزیزم هست که برای او هم تمنای صحتی و سلامتی دارم. دیگر البته الهه های خردک دیگر دارم در زندگی که هر دوشان مکتب خوان هستند و من برای آنها در درجه اول آرزو دارم که انسان‌های با کمال و دانشمند به وایه برسند، درس تحصیلشان به طوری باید شاید فرا بگیرند و دخترای خوب، مادرای خوبی در آینده باشند و منبع و مصدر خدمتگزاری به خلق وطنشون باشند. مادری من 81 به در آمدن، خدا بشکر بسیار زنی دانشمند هستند، زنی عاقل هستند، زنی فاضل هستند، زنی دانشمند هستند و همین زنی بزرگ که ما تربیت کردند بسیار شاگردای زیاد دارند در جمهوری ما. و همین مادر هم عزیزان هم بزرگان و همه دنیای من همین مادرم هستند. و البته من میرم در بدخشان هم مادر دارم، در کلوب هم مادر دارم، در خرغان تپه هم، در اشت هم، در اسفره هم، در کونی بادوم هم، در خوجند هم مادرای زیاد دارم. بچه‌م خرسند میشن که بچه‌م البته دلی همون مادرای میابی، خرسند میکنی، برای باید سرود میخونی، الهی خدا برارت تتیاد. من شوخی کرده یک بار گفتم که در بهار نام من افضل شاه نیست و غلام شاه.
ماه مرد اپریل ماه 3 ماه بهار همه زنها به غلام میشن. غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادند، اما بر روزی سختی خالی است جای مادر. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. گر شاعران عالم یک جا مدیحه گویند، یک بیت هم نه ارزد اندر ثنای مادر. فتح و کشایی شارت دستی دعای مادر.